قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. کلام شوندگانی از قوم او که سرکشی کرده بودند گفتند ای شعیب، بیگمان تو و کسان مؤمن را که با تو هستند از شهر خود بیرون میرانیم یا اینکه شما به آیین ما بازگردید. شعیب گفت اگرچه ما ناراضی باشیم ما را به این کار وادار میسازید. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اگر به ملت شما برگردیم بعد از آن که خدا ما را از آن وارهانید حتی که ما به خداوند دروغ بربسته ایم و برای ما شایسته نیست که به آن بازگردیم مگر آنکه خدای پروردگار ما خواسته باشد. پروردگار ما از روی علم به همه چیز احاطه کرده است. بر خدا توکل کردیم. ای پروردگار ما میان ما و قوم ما به حق فیصله کن و تو بهترین فیصله کنندگانی. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. و کلام شوندگانی از قوم او که کافر شده بودند گفتند اگر شما شعیب را پیروی کنید بیگمان زیانکار بشید. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. پس زلزله ایشان را گرفت و ایشان در سپیده دم در داخل خانه های خیش از پای در آمدند. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. مردمی که شعیب را تکذیب می کردند طوری نابود شدند که گویی هرگز در آن خانه ها سکونت نکرده اند. آنهایی که شعیب را تکذیب می کردند از زیانکاران بودند. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. پس شعیب از ایشان روی برگردانید و گفت ای قوم من، بیگمان من پیام های پروردگار خود را به شما رساندم و شما را نصیحت کردم، پس چگونه بر مردم کافر تأسف خورم؟ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. و ما هیچ پیامبری را به شهر نفرستادیم مگر آنکه اهل آن شهر را به سختی و رنج گرفتار کردیم تا باشد که ایشان تضرع کنند. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. سپس ما به ایشان به جای ناراحتی آرامش دادیم تا آنکه نمو کردند یعنی بسیار شدند و گفتند پدران ما نیز بر رنج و راحت مواجه شدند. سپس ایشان را ناگهان گرفتیم و خطری را که متوجه ایشان بود درک نمی کردند. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
اگر مردم این شهرها ایمان می آوردند و پرهیزگاری می کردند، ما واقعا بر آنها دروازه های برکات را از آسمان و زمین می گشادیم، ولی چون حق را تکذیب کردند، پس ایشان را در برابر اعمالی که مرتکب شدند گرفتار کردیم. افامن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا وهم نائمون. آیا مردم این شهرها از این ایمن شدند که در شب هنگام که ایشان خفته باشند عذاب ما به سر وقتشان برسد؟ او امن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا ضحا وهم یلعبون. آیا مردم این شهرها از این ایمن شدند که در چاشتگاهان که ایشان بیباکانه به بازی مشغولند عذاب ما به سر وقتشان برسد؟ افامنوا مکر الله فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. آیا از گرفتار شدن خیش بر تدبیر خدا ایمنند، در حالی که از گرفتار شدن خیش به تدبیر خداوند جز مردم زیانکار که چنین می انگارند کسی ایمن بودن نمی تواند؟ اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. آیا برای کسانی که زمین را بعد از صاحبان سابق آن به میراث میگیرند این واضح نشده است که اگر ما بخواهیم ایشان را به گناهانشان میگیریم و بر دلهایشان مهر میزنیم، پس ایشان هرگز نمیشنوند؟ تلك القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. این چنین بود حال این شهرها که ما برخی از رویدادهای آن را به تو بازگو می کنیم. پیامبرانشان بیگمان به ایشان با نشانه‌های روشن آمدند، اما آنها به آنچه قبلا آن را تکذیب کرده بودند ایمان نمی آوردند. به این ترتیب خداوند بر دلهای کافران مهر می نهد. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. در بیشتر این مردم پابندی به عهد نیافتیم و بیشتر ایشان را واقعا فاسق یافتیم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. سپس موسی را بعد از ایشان با نشانه‌های خود به فرعون و کلان شوندگان قوم او فرستادیم، اما ایشان آن نشانه‌ها را ظالمانه رد کردند. پس بنگر که آخر کار فساد پیشگان چگونه بود. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. و موسی گفت ای فرعون، بیگمان من پیامبری ام از جانب پروردگار جهانیان. حقیق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. سزاوار آنم که درباره خداوند جز حق چیزی نگویم. برای شما از جانب پروردگار شما نشانه واضحی را آورده‌ام، پس بنی اسرائیل را با من بفرست. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فرعون گفت
اگر تو واقعا با نشانه آمده ای پس آن را بیاور اگر تو از زمره راستگویانی. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. آنگاه موسی عصای خود را انداخت و در دم اژدهای آشکارا گردید. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. و دست خود را از آستین برآورد و در دم برای بینندگان سفید درخشنده بود. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. کلان شوندگان قوم فرعون گفتند این شخص واقعا ساحر ماهری است. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. میخواهد شما را از زمین شما بیرون کند، پس شما چی مشوره میدهید؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. گفتند کار او و برادرش را به تعویق انداز و گردآورندگان را به شهرها بفرست تا برای تو همه جادوگران ماهر را بیاورند. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. جادوگران نزد فرعون آمدند و گفتند آیا برای ما مزد مناسبی است اگر ما غالب شدیم؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين. فرعون گفت بلی و علاوه بر آن شما از مقربانید. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. گفتند ای موسی آیا در اول بار تو می افگنی یا ما بیافگنیم؟ قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. موسی گفت شما بیافگنید. پس چون ایشان بساط جادوگری خود را انداختند چشمهای مردم را جادو کردند و ایشان را ترساندند و جادوی بزرگ آوردند. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. و به موسی وحی کردیم که اکنون عصای خود را بیانداز و در دم همه فریبکاری هایشان را در کام خود فرو میبرد. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. و این ترتیب حق آشکار شد و هر آنچه ایشان سربراه کرده بودند همه باطل گردید. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. پس فرعونیان در آن هنگام مغلوب گردیدند و ذلیل و کوچک شدند. وألقي السحرة ساجدين. و جادوگران به سجده افتادند. قالوا آمنا برب العالمين. گفتند ما به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم. رب موسى وهارون. به پروردگار موسی و هارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. فرعون گفت آیا پیش از این که من به شما اجازه بدهم به او ایمان آوردید؟ یقینا این نیرنگی است که شما آن را در این شهر طرح کرده اید تا مردم آن را از آن بیرون رانید. به زودی نتیجه کار خیش را در خواهید یافت. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين.
دستها و پاهای شما را از جانب مخالف، یعنی دست راست و پای چپ یا دست چپ و پای راست را میبرند و سپس همه شما را به دار میزنند. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. آنها گفتند ما بیگمان به پروردگار خود باز میگردیم. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. و تو از ما انتقام نمیگیری مگر به این سبب که ما به نشانه های پروردگار خود چون به ما رسید ایمان آوردیم. ای پروردگار ما، بر ما شکیبایی فرو ریز و ما را مسلمان بمیران. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. کلان شوندگانی از قوم فرعون گفتند آیا تو موسی و قوم او را میگذاری تا در روی زمین فساد پیشگی کنند و تو معبودان تو را ترک گویند؟ گفت به زودی پسران ایشان را میکشیم و زنان ایشان را زنده نگه میداریم و واقعا ما بر ایشان غالبیم. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. موسی و قوم خود گفت از خداوند یاری بجویید و شکیبا باشید، بیگمان زمین از آن خداست، هر که را از بندگان خود که خواهد وارث آن می سازد و آخر کار از آن پرهیزگاران است. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. گفتند اذیت شدیم پیش از آن که نزد ما بیایی و نیز بعد از آن که به سوی ما آمدی. گفت شاید پروردگار شما دشمن شما را نابود کند و شما را در زمین جانشین سازد تا آشکار گرداند که شما چگونه رفتار می کنید. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ما بیگمان قوم فرعون را به خشکسالی ها و کمبود میوه ها مجازات کردیم تا باشد که ایشان پند گیرند. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. پس چون به ایشان خوبی یعنی رفاهیتی می رسید می گفتند این از خوبی ماست و چون به ایشان بدی یعنی سختی می رسید به موسی و همراهانش بدفالی می زدند. آن بیگمان بدفالیشان که از اعمال خودشان سرچشمه گرفته است نزد خداوند است، اما بیشتر ایشان نمی دانند. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. و گفتند هر آنچه از نشانه ها را که تو به ما بیاوری تا ما را به آن جادو کنی هرگز به تو ایمان نمی آوریم. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات
فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین. پس بر ایشان طوفان، ملخ، شبش و قحا و خون را به حیث نشانه‌های مفصلی فرستادیم، ولی آنها سرکشی کردند و مردمی بودند گناهکار. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. و چون بر ایشان عذاب نازل شد گفتند ای موسی به پروردگار خود به اساس وعده‌ای که به تو کرده است برای ما دعا کن. اگر تو از ما عذاب را دفع کنی ما به راستی به تو ایمان می آوریم و با تو بنی اسرائیل را می فرستیم. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. اما چون از ایشان عذاب را بعد از مدت معینی که آن را به سر می رسانیدند دفع کردیم، ناگهان خود عهد خیش را می شکستند. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. لذا از ایشان انتقام گرفتیم و ایشان را به دریا غرق کردیم از سبب آنکه آیات ما را تکذیب کردند و از آن غافل بودند. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. و ما به مردمی که محروم بودند مناطق شرقی و غربی زمین را که در آن برکت نهادیم به میراث دادیم. به وعده نیک پروردگار تو برای بنی اسرائیل وفا شد به سبب آنکه شکیبایی ورزیدند و آنچه فرعون و قوم او ساخته و آنچه برافراشته بودند همه را ویران گردانیدیم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. و بنی اسرائیل را از دریا گذرانیدیم. پس چون ایشان به مردم برخوردند که مجاور بتان خیش بودند گفتند ای موسی برای ما نیز معبودی بساز مانند این که ایشان معبودانی دارند. موسی گفت واقعا شما مردمی هستید که جهالت می‌ورزید. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. حقا که این مردم با همه چیزهایی که به آن سر و کار دارند نابود شده نیست و باطل است کار، یعنی بتپرستی که ایشان انجام میدادند. قال اغیر الله ابغیكم الها وهو فضلكم على العالمین. موسی به ادامه سخنان خود گفت آیا برای شما جز خدا معبودی دیگر بجویم در حالی که او شما را بر همه جهانیان فضیلت داده است. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. و
به یاد دارید هنگامی را که شما را از قوم فرعون نجات دادیم که شما را پیوسته به بدترین طریقه ها شکنجه می کردند، پسران شما را قتل عام می کردند و زنان شما را زنده می گذاشتند و در آن از طرف پروردگار شما آزمایش بزرگ بود. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. برای موسی 30 شب را میعاد گذاشتیم و آن را با 10 روز دیگر تمام کردیم. پس میعاد پروردگارش 40 شب کامل شد و موسی با برادرش هارون گفت در میان قوم من جانشین من شو و امور ایشان را اصلاح کن و راه فسادکاران را پیروی مکن. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وقتی که موسی به وعدگاه ما آمد و پروردگارش به او سخن زد، موسی گفت ای پروردگارم خود را به من نشان ده تا به سوی تو نظر کنم. خداوند گفت تو مرا نمی بینی ولیکن به سوی کوه نظر کن، اگر به جای خود قرار گرفت پس مرا خواهی دید. وقتی که پروردگار او بر کوه تجلی کرد آن را ریزه ریزه کرد و موسی بیهوش افتاد. پس چون به هوش آمد گفت تو پاکی، به تو تائب شدم و من نخستین مؤمنان هستم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. خداوند گفت ای موسی بدون شک من تو را به رسالت خود و به سخن خود بر مردم برگزیدم، پس آنچه از وحی به تو دادن بگیر و از سپاسگزاران باش. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. و برای او در لوحه ها از هر چیز پندی و تفصیلی برای هر چیز نوشتیم. پس گفتیم اینها را با قوت بگیر و قوم خود را امر کن که بهترین آنها را به کار گیرند و به زودی من به شما سرای فاسقان را نشان میدهم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. به
زودی کسانی را از توجه به آیات خود باز می دارم که در زمین بدون استحقاق تکبر می کنند و اگر هر آیه را ببینند باز هم به آن ایمان نمی آورند و اگر راه رستگاری را ببینند آن را به حیث راه خیش نمی گیرند، اما اگر راه ناصواب را ببینند آن را به حیث راه خیش می گیرند. این سببی است که آیات ما را تکذیب کرده اند و از آن غافل بودند. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. آنهایی که آیات ما و لقای آخرت را تکذیب کردند اعمالشان حبطه شده است، برایشان جز مزد عملکردشان جزا دادن نمی شود. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. قوم موسی بعد از رفتن او به کوه طور از زیورات خود گوساله مجسمی را ساختند که آوازی همچون آواز گاو داشت. آیا ندیدند که آن گوساله با ایشان حرف نمیزند و با ایشان راه را نشان نمیدهد؟ آن را به خدایی گرفتند و ستمگار بودند. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. و چون حقیقت به دستشان افتاد و دریافتند که گمراه شده اند گفتند اگر پروردگار ما بر ما رحم نکند و ما را نیامرزد بیگمان از زیانکارانیم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. چون موسی با خشم و اندوه به سوی قوم خیش بازگشت گفت بعد از من بد جانشینی کردید. آیا بر امر پروردگار خود شتاب ورزیدید؟ بر رسیدن فرمان پروردگار خود صبر نکردید و لوحه ها را بر زمین گذاشت و برادرش را از موهای سرش گرفته به سوی خود کشانید. هارون گفت ای پسر مادر من، مردم واقعا مرا ضعیف یافتند و نزدیک بود مرا بکشند، پس مرا دشمن شاد مکن و مرا با گروه ستمگاران در یک ردیف قرار مده. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. موسی گفت ای پروردگار من و برادر مرا بیامرز و ما را مشمول مرحمت خویش گردان و تو مهربان ترین مهربانانی. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. بیگمان کسانی که گوساله را به خدایی گرفتند به زودی به ایشان خشمی از جانب پروردگارشان میرسد و ایشان را ذلتی است در زندگی این دنیا و به این ترتیب ما افتراء کنندگان را جزا میدهیم. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. اما
کسانی که مرتکب اعمال بد می شوند و بعد از آن توبه می کنند و به راستی ایمان می آورند، بیگمان پروردگار تو بعد از آن آمرزنده و مهربان است. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. و چون خشم موسی فرو نشست، لوحه ها را گرفت و در نوشته های آن هدایت و رحمتی بود برای کسانی که از پروردگار خود می ترسند. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. آنگاه موسی 70 تن از قوم خود را برای وعدگاه ما انتخاب کرد. پس چون ایشان را زلزله شدیدی گرفت، موسی گفت ای پروردگار من، اگر می‌خواستی هم ایشان را و هم مرا پیش از این هلاک می‌کردی، آیا تو ما را در برابر اعمال بیخردان قوم ما هلاک می‌کنی؟ این نیست مگر آزمایش تو. بدین وسیله هر کی را خواهی گمراه می‌سازی و هر کی را بخواهی هدایت می‌کنی. تو کارساز ما هستی، پس ما را بیامرز و بر ما مرحمت فرما و تو بهترین آمرزندگانی. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. و برای ما آنچه را در دنیا و آنچه را در آخرت خوب است مقرر کن. واقعا ما به سوی تو بازگشت نمودیم. خداوند گفت مجازات خود را به هر کی بخواهم میرسانم، اما رحمت من همه چیز را فرا گرفته است. پس آن را برای کسانی ارزانی میکنم که پرهیزگاری میورزند و زکات میدهند و آنهایی که با آیات ما ایمان میارند. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. آنهایی که پیامبر نبی امی را پیروی میکنند که نام او را در نزد خود هم در تورات و هم در انجیل نوشته می‌یابند، ایشان را به معروف یعنی پسندیده امر می کند و ایشان را از منکر یعنی ناپسند باز می دارد و برایشان چیزهای پاک را حلال می گرداند و برایشان چیزهای پلید را حرام می سازد. بارهای سنگینشان و طوقی را که برگردنشان است بر می دارد.
پس آنانی که به او ایمان آوردند و او را تعظیم کردند و او را یاری دادند و نوری را که با او فرستاده شده است پیروی نمودند هم ایشانند رستگار. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض لا اله الا هو یحیی و یمیت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. بگو ای مردم من، فرستاده خدایم به سوی همه شما از جانب ذاتی که پادشاهی آسمانها و زمین از آن اوست، معبودی جز او نیست، زنده میگرداند و میمیراند. پس به خدا و پیامبر او آن نبی امی ایمان آرید که به خداوند و گفته های او ایمان دارد و او را پیروی کنید تا باشد که رهیاب شد. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. و از قوم موسی گروهی هستند که به حق هدایت و به آن حکم میکنند. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما ایشان را به 12 قبیله امت تقسیم نمودیم و موسی هنگامی که قوم او از او آب خواستند وحی کردیم که با عصای خود به سنگ بزن. پس از آن 12 چشمه جاری شد، هر گروه جای آب خود را دریافت. از ابر بر ایشان سایبان ساختیم و بر ایشان من و سلوا را نازل کردیم و گفتیم از چیزهای پاکیزه‌ای که به شما روزی داده ایم بخورید. ایشان با ما ستم نکردند بلکه بر خویشتن ستم می کردند. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. و بیادار هنگامی را که به ایشان گفته شد به این شهر جاگزین شوید و از آن هر طوری که می خواهید بخورید و بگویید خدایا گناهان ما را بیامرز و به دروازه شهر به فروتنی درآیید، گناهان شما را برای شما میامرزیم و به زودی بر پاداش نیکوکاران میافزاییم. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. پس ستمگارانشان آن کلمه را و غیر آنچه به ایشان گفته شده بود تبدیل کردند. پس بر ایشان به سبب ظلمی که میکردند عذابی را از آسمان فرستادیم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. از ایشان در مورد شهری که در کنار بحر قرار داشت سوال کن که اهالی آن در روز شنبه دست به تجاوز می زدند، چون در روز شنبه ایشان ماهیان آنها به صورت آشکارا به ایشان می آمدند
ولی در روزی که شنبه نداشتند ماهی به ایشان نمی آمد. ما ایشان را چنین آزمودیم به سبب اینکه دستخوش فسق شده بودند. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. و به یاد آر هنگامی را که گروهی از ایشان گفتند چرا کسانی را پند می دهید که خداوند ایشان را هلاک کردنی یا به عذاب شدید عذاب کردنی است. و ایشان گفتند تا ما را به حضور پروردگار شما حضوری باشد و تا باشد که ایشان بترسند. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. پس چون اندرزهایی را که به آن پند داده شدند فراموش کردند، کسانی را که از اعمال ناشایسته بازشان می داشتند نجات دادیم و ستمگاران را به عذاب شدید گرفتار کردیم به سبب آنکه دستخوش فسق شده بودند. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. و چون از آنچه از آن باز داشته شده بودند سرکشی کردند برایشان گفتیم بوزینه ذلیل باشید. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. و به یاد آر چون پروردگار تو اعلام کرد که بر ایشان تا روز قیامت کسانی را می گمارد که عذاب شدیدی را پیوسته بر آنها تحمیل کنند. واقعا پروردگار تو در عذاب کردن صحیح و او در عین حال واقعا آمرزنده و مهربان است. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ایشان را به گروه های مختلف در روی زمین تقسیم کردیم. بعضشان صالحند و بعضشان غیر از این. ایشان را به نیکی ها و بدی ها آزمودیم تا باشد که به سوی ما بازگردند. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. آنگاه بعد از ایشان نسل جانشینشان شد که کتاب را میراث گرفتند و برای خود متاع بی ارزش این دنیا را برگزیدند و میگویند ما آمرزیده خواهیم شد، ولی در عین حال اگر همانند همان متاع به ایشان بیاید آن را میگیرند. آیا از ایشان در کتاب عهد گرفتن نشد که به خدا جز به حق چیزی نگویند و مطالب را که در آن است خوانده اند و برای پرهیزگاران سرای آخرت بهتر است؟ آیا نمیفهمید؟ والذین یمسکون بالکتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحین. و کسانی که به کتاب چنگ میزنند و نماز را به تمام و کمال برپا می‌دارند ما هرگز مزد مصلحان را ضایع نمی‌کنیم. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ
تتقون. به خاطر بیاور هنگامی را که ما کوه را بر بالایشان قرار دادیم، گویا که آن سایه‌بانی بود و پنداشتند که بر ایشان افتنده است. و ایشان گفتیم آنچه را به شما دادیم به تمام نیرو بگیرید و آنچه را در آن است به یاد گیرید تا باشد که شما پرهیزگار شوید. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. و به یاد آر هنگامی را که پروردگار تو از فرزندان آدم از پشتهایشان اولادشان را گرفت، یعنی بیرون آورد و ایشان را بر خودشان گواه ساخت. از ایشان پرسید آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند بله، ما شهادت می دهیم که تو پروردگار مایی. این برای آن است که مبادا در روز قیامت بگویید ما واقعا از این موضوع غافل بودیم. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. یا بگویید بیگمان پدران ما پیش از ما شرک آوردند و ما نسل‌های بعد از ایشان بودیم، پس آیا ما را به نسبت کسانی که به راه باطل رفته اند هلاک می‌کنیم؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. به این ترتیب ما آیات را به تفصیل بیان می‌کنیم تا باشد که ایشان به سوی ما بازگردند. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. و برایشان داستان کسی را بخوان که ما برای او آیات خود را دادیم ولی او از آنها بیرون آمد، یعنی خود را از جلد پیروی احکام آن کشید. پس شیطان در پی او شد و او از زمره گمراهان گردید. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اگر می‌خواستیم او را به وسیله آن آیات رفعت می‌دادیم، اما او به زمین پایان شد و از هوای نفس خیش پیروی کرد. پس مثال او مثال سگ است که اگر بر او حمله کنی هم هلست می‌زند، یعنی زبان خود را بیرون می‌آورد، یا او را ترک کنی باز هم هلست می‌زند. این است مثال کسانی که آیات ما را تکذیب کردند. پس این داستانها را به مردم قصه کن تا باشد که فکر کنند. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. بد مثالی است مثال قومی که آیات ما را تکذیب کرده و بر خویش ستم می نمودند. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. کسی را که خداوند هدایت می کند هم اوست رهیاب و کسی را که گمراه می کند پس هم آنهایند زیانکار. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام
الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. بیگمان بسا از جن و انس را برای دوزخ آفریده ایم. ایشان دلهایی دارند که با آن نمیفهمند و چشمانی دارند که با آن نمیبینند و گوشهایی دارند که با آن نمیشنوند. ایشان هم چون چارپایانند، بلکه از آنها هم گمراه ترند و هم ایشانند غفلت زده. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نامهای نیکو از آن خداوند است، پس او را به این نامها بخوانید و کسانی را که در نامهای او کجروی می کنند به کنار بگذارید. به زودی ایشان مطابق به کردار خیش جزا داده می شود. و ممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. از کسانی که آفریده ایم گروه اند که دیگران را به حق راهنمایی و مطابق به آن عدل می‌ورزند. والذین كذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند ایشان را از راهی که خود نمی‌دانند درجه به درجه در عذاب فرو خواهیم برد. و املی لهم این کیدی متین. و به ایشان مهلت می‌دهیم، بیگمان تدبیر من متین است. اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنة این هو الا نذیر مبین. آیا فکر نکردند که همنشینشان دیوانگی ندارد؟ او نیست مگر بیم دهنده آشکار. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. آیا ایشان با اداره و نظم آسمان ها و زمین و هر چیزی که خداوند آفریدن نمی بینند و به این نمی اندیشند که شاید اجلشان نزدیک شده باشد؟ پس آیا به کدام سخن بعد از این ایمان می آورند؟ من یضلل الله فلا هادی له و یذرهم فی طغیانهم یعمهون. کسی را که خداوند گمراه سازد راهنمایی ندارد و خداوند ایشان را در سرکشیشان سرگردان می‌گذارد. یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. از تو درباره قیامت میپرسند که لنگر انداختن آن چه وقت است؟ بگو بیگمان علم آن تنها نزد پروردگار من است. هیچ کس بغیر از او نمیتواند وقت آن را آشکار سازد. بار آن بر آسمان ها و زمین سنگینی کرد، بر شما نمی آید مگر ناگهان. از تو سوال میکنند که گویا تو به دریافت آن مشتاقی؟ بگو همانا علم آن نزد خداوند است ولی اکثر مردم نمیدانند. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني
مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم یؤمنون. بگو من به رسانیدن نفع یا ضرری برای خود قادر نیستم مگر آنچه را خدا خواسته است. و اگر من غیب می دانستم خیر بیشمار به دست می آوردم و هرگز به من زیانی نمی رسید. نیستم من مگر بیم دهنده و مژده دهنده برای گروهی که ایمان می آورند. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاکرین. اوست که شما را از یک شخص آفرید و از او همسرش را آفرید تا به او آرامش یابد. پس چون او را در آغوش گرفت یعنی با او همبستر شد بار خفیف برداشت. پس او به دوره بارداری خود دوام میداد. چون سنگین بار شد با خدای پروردگار خیش دعا کردند که اگر با ما فرزند شایسته بدهی بیگمان از زمره سپاسگزاران می باشیم. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما یشركون. پس چون خداوند به ایشان فرزند صالح عنایت کرد برای او در آنچه به ایشان داده است شریکان مقرر داشتند، ولی خداوند از آنچه به او شریک می آورند منزه است. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون. آیا به او موجوداتی را شریک می آورند که هیچ چیزی را نمی آفرینند و خودشان نیز آفریده شده اند؟ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. این شریکان نه به مشرکان کمکی کرده می توانند و نه هم به خود یاری داده می توانند. و این تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون. اگر اینها را به راه راست بخوانید از شما پیروی نمی کنند. به شما یکسان است که دعوتشان کنید یا خاموش بمانید. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقین. آنهایی را که جز خدا نیایش می کنید بیگمان مثل شما بندگانی اند. اگر نه چنین است پس آنها را بخوانید و باید که دعای شما را اجابت کنند اگر راست میگویید. الهم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. آیا ایشان پاهایی دارند که با آن راه بروند یا دستهایی دارند که با آن محکم بگیرند یا چشمهایی دارند که با آن ببینند یا گوشهایی دارند که با آن بشنوند؟ بگو شریکان خود را بخوانید و سپس در برابر من هر حیله‌ای را که می توانید به کار برید و مرا مهلت ندهید. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بیگمان کارساز من خداوند است، آنکه کتاب را نازل کرد و او صالحان را کارسازی می کند.
والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. ولی آنهایی که به ایشان به جز خدا نیایش میکنید نمیتوانند شما را کمک کنند و نه هم به خودشان کمکی کرده میتوانند. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اگر اینها را به راه راست بخوانید نمیشنوند. ایشان را میبینی که به سوی تو مینگرند در حالی که ایشان نمیبینند. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. بخشایشگری را پیشه کن و به کارهای پسندیده امر کن و از مردم نادان روی بگردان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع علیم. اگر وسوسه از شیطان به تو راه یابد پس به خداوند پناه ببر، بیگمان او شنوا و داناست. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. آنانی که پرهیزگارند چون وسوسه از شیطان ایشان را فرا میگیرد خدا را یاد میکنند و ناگهان بینا میشوند. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. اما برادرانشان یعنی کسانی را که پرهیزگار نیستند به گمراهی میکشانند و بعد از آن در گمراه ساختنشان هیچ کوتاهی نمیکنند. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. و اگر تو به ایشان آیه نیاوری میگویند چرا خودت آن را از نزد خود برنگزیدی؟ بگو من صرف همان چیزی را پیروی میکنم که به من از جانب پروردگار من وحی می شود. این قرآن روشنایی های اند از جانب پروردگار شما و رهنمایی و رحمتی است برای مؤمنان. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وقتی که قرآن خوانده می شود به آن با توجه کامل گوش دهید و خاموش باشید تا باشد که مورد مرحمت واقع شد. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. پروردگار خویش را به تنهایی با زاری و ترس با آواز آهسته نه بلند در پگاه و بیگاه یاد کن و از غافلان مباش. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بیگمان آنهایی که به نزدیک پروردگار تو اند از پرستش او گردنکشی نمی کنند، او را به پاکی یاد می نمایند و به او سجده می کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. یسألونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم
از تو درباره مالهای غنیمت میپرسند. بگو مالهای غنیمت از آن خدا و رسول اوست، بنابر آن از خدا بترسید، روابط ذات البینی خیش را اصلاح کنید و خدا و رسول او را اطاعت نمایید اگر ایمان دارید. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بیگمان مؤمنان کسانی اند که چون خداوند یاد شود و آیات او برایشان خوانده شود دلهایشان سرشار از ترس خدا می شود. این آیت ها ایمانشان را نیرومندتر می سازد و بر پروردگار خود توکل می نمایند. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آنهایی که نماز را به تمام و کمال برپا می دارند و از آنچه به ایشان روزی دادیم خرج می کنند. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هم ایشانند مسلمان راستین، برای ایشان در نزد پروردگارشان درجاتی است و آمرزش و روزی کریمانه. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. چنان که پروردگارت تو را از خانه تو به حق بیرون کرد، گرچه گروهی از مسلمانان از آن واقعا ناخشنود بودند. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. با تو درباره حقیقتی که آشکارا شده بود مجادله می کردند. تو گویی که ایشان به سوی مرگ سوق داده می شدند و ایشان می نگریستند. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. و بیادار زمانی را که خداوند به شما وعده کرد که یکی از دو گروه دشمن از آن شماست. شما آرزو کردید که گروه بدون صلاح از آن شما گردد، اما خدا میخواست تا حق را به سخنان خیش به ثبوت رساند و ریشه کفار را بکند. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. تا حق را به ثبوت رساند و باطل را نابود کند، هرچند مجرمان ناخشنود شوند. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. بیاد دارید که چون از پروردگار خود کمک می‌خواستید، پس او درخواست شما را پذیرفت و گفت من شما را به 1000 فرشته ردیف شده کمک می‌کنم. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. خداوند این کمک را نگردانید مگر مژده و تا بدین وسیله دلهای شما آرام گیرد و پیروزی نیست مگر از جانب خدا. بیگمان خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. اذ یغشیکم النعاس امنة منه و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به
الأقدام و به یاد دارید که چگونه پینگی را و حیث آرامشی از جانب خویش بر شما چی رساند و بر شما بارانی از آسمان فرود آورد تا شما را به آن پاک یعنی بانشاد سازد و آلودگی شیطان یعنی کسالت را از شما بزداید تا دلهای شما را به نور امید پیوست سازد و شما را با آن ثابت قدم بدارد. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. بیادار که پروردگارت به فرشتگان وحی کرد تا به شما بگویند که من با شمایم، پس مؤمنان را ثبات بخشید. به زودی در دل کفار ترس و وحشت می افکنم. پس شما بر بالای گردنهایشان بزنید و بر هر سر انگشت از دستهایشان بزنید، یعنی سر و دستشان را با شمشیر قطع کنید. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. این از سببی است که ایشان با خدا و پیامبر او مخالفت می‌ورزند و هر کسی که با خداوند و پیامبر او مخالفت ورزد پس بیگمان خداوند سخت عذاب کننده است. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. این را بچشید، بیگمان به کافران عذاب آتش دوزخ نیز در نظر گرفته شده است. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ای مؤمنان، هنگامی که با کفار در میدان جنگ روبرو شدید پس هرگز به ایشان پشت مگردانید. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. اگر کسی در چنین روزی جز برای سهمگیری در گوشه دیگری از جنگ یا پیوستن به قطعه دیگری از مجاهدان به دشمن پشت گشتان پس بیگمان به خشم از خدا بازگشته است و جای او دوزخ است و چی بد پناهگاهی. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. این شما نبودید که ایشان را کشتید بلکه خداوند بود که ایشان را کشت و تو نزدی وقتی که به چشمانشان خاک زدی، مگر این خداوند بود که زد تا مسلمانان را به آن از جانب خویش آزمایش کند. آزمایش نیکو، بیگمان خداوند شنوا و داناست. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. این کاری است که شد و بیشک خداوند سست کننده فریب کافران است. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. اگر به جستجوی فیصله بودید پس بیگمان بین شما فیصله شد
اکنون اگر از مخالفت خودداری ورزید این برای شما بهتر است، ولی اگر به جنگ بازگردید ما هم باز میگردیم و قوای شما هرگز شما را در دفاع بی‌نیاز ساختن نمیتواند اگرچه بسیار هم باشند و حقا که خداوند با مسلمانان است. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. ای مؤمنان، خدا و رسول او را فرمان برید و از او رو مگردانید در حالی که فرمان او را میشنوید. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. مانند کسانی نباشید که میگویند میشنویم اما گوش فرا نمیدهند. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. حتی که بدترین چارپایان در نزد خداوند آنهایی اند که کر و گنگ هستند، آنهایی که درک ندارند. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. و اگر خداوند در ایشان خیر را می‌دانست یقینا آنها را می‌شنواند. اگر ایشان را بشنواند واقعا ایشان روی برمیتابند در حالی که از پذیرفتن حق اعراض می‌کنند. یا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ای مؤمنان، امر خدا و رسول را اجابت کنید در حالی که شما را به چیزی فرا می‌خواند که شما را زنده می‌سازد و بدانید که حقا خداوند در بین انسان و دل او حائل می‌شود و حقیقت این است که به سوی او حشر می‌شود. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. و از فتنه بترسید که تنها به ستمگاران شما نمی‌رسد و بدانید که بیگمان خداوند سخت عذاب کننده است. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. و هنگامی را به خاطر آورید که در زمین دسته کوچک و ناتوانی بودید، از این می ترسیدید که مردم شما را بربایند، پس خدا شما را جای داد و به یاری خود تأیید کرد و شما را چیزهای پاکیزه روزی داد تا باشد که سپاسگزار شد. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ای مؤمنان، با خدا و رسول خیانت مکنید و هم به امانتهای خیش دیده و دانسته خیانت مورزید. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. و بدانید که دارایی های شما و اولاد شما وسیله آزمایشی اند و بیشک خداوند است که نزد او مزد بزرگ می باشد. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم
والله ذو الفضل العظیم. ای مؤمنان، اگر شما از خدا بترسید برای شما فرقانی فراهم می‌گرداند که با آن میان حق و باطل فرق کنید و گناهان شما را شما می‌زداید و خداوند صاحب فضل بزرگ است. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. و به یاد آر وقتی را که کفار به تو دسیسه می‌چیدند تا تو را محبوس کنند یا تو را بکشند یا تو را از مکه معظمه بیرون کنند، ایشان چاره می‌اندیشیدند، یعنی تدبیر می‌کردند و خداوند نیز تدبیر می‌کرد و خداوند بهترین تدبیر کنندگان است. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. و چون آیات ما به ایشان خوانده شود میگویند ما بیگمان این را قبلا شنیده ایم. اگر ما میخواستیم کلمات مثل آن را میگفتیم، این نیست مگر افسانه های پیشینیان. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. به یاد آر وقتی را که ایشان گفتند خدایا همانا اگر این حق است از جانب تو، پس بر ما از آسمان سنگ بباران یا بر ما عذاب دردناک بفرست. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. و خداوند هرگز ایشان را عذاب نمی کند تا زمانی که تو در میان ایشان باشی و خداوند هرگز ایشان را عذاب نمی کند تا ایشان آمرزش بخواهند. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. و چرا خداوند ایشان را عذاب نکند در حالی که از مسجد حرام مردم را باز می دارند و ایشان سرپرست آن هم نیستند؟ نیست سرپرست مسجد حرام مگر پرهیزگاران، اما بیشتر ایشان نمی دانند. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. نماز ایشان در برابر خانه کعبه غیر از سفیر، شپول زدن و کف زدن چیزی دیگری نبود. پس عذاب را به سبب کافر بودن خیش بچشید. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ. بیگمان آنهایی که کافرند دارایی خود را خرج می کنند تا مردم را از راه خدا باز دارند، ایشان مال خود را هم مصرف خواهند کرد و سپس بر ایشان مایه حسرتی خواهد بود و بعد از آن مغلوب می گردند و کسانی که کافر شدند به سوی دوزخ حشر می شوند. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
سازد و ناپاکان را بعضی بر بعضی دیگر روی هم بگذارد و همه ایشان را انباشته سازد و آنگاه به دوزخ افکند، هم ایشانند زیانکار. قل للذین كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. به کافران بگو اگر اکنون هم از کفر خیش بازستند گذشته برایشان آمرزیده می شود، ولی اگر به کفر خیش اصرار ورزند و به جنگ بازگردند سرنوشت پیشینیان دربارهشان جاری شده نیست. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. با ایشان به جنگ ادامه دهید تا فتنه باقی نماند و دین کاملا از آن خدا باشد. اگر ایشان از اعمال نیکوهیده خیش دست کشند پس خداوند به آنچه میکنند بیناست. و این تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى و نعم النصير. و اگر از قبول حق رو بگردانند پس بدانید که بیگمان خداوند کارساز شماست. چه خوب کارسازی و چه خوب مددگاری.